پارت 1 از حاجی و واجی بچه دزدی. این بچه این النگ و دلنگ نیست، این بچه های دیگه هست، چون که النگ و دلنگ دیگه الان بزرگ شدن دیگه. اگه فیلم اولمون رو ندیدیم بریم ببینیم بعد از این فیلم. بخشی دارم این مداد استفاده میکنم چون که اپل پنسلم شکسته بود، خاطر این باید اینا استفاده کنم، هم انگشتم. حاجی حوصلت سر نرفته؟ مداد لعنتی کار نمیکنه، میخوام دستام استفاده کنم. ببخشید دوباره. این عروسک با مزه حاجی و واجی رو نگاه کنین. آره راستی خیلی حوصلم سر رفته. میخوای بریم بیمارستان یه بچه بگیریم مثل النگ و دلنگ بزرگ کنیم دوباره؟ سلو کنه. بیا بریم لباس تیپی بپوشیم. رای دیگه برای مداد اینجوری ها دارین کامنت داون بلو کنین. بیا بریم بیمارستانه. وایسین بله من برای اینترپت کردن هی دوباره. اما چند روز دیگه من دوتا هم حاجی و باجی صدا نمیدم چون که میخوام برم ایران. خب برگردیم به روپلی. گیبریل اونه نه بذار برم بخوامم. دیرین 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 دکمه. اول فاز باید این دکمه رو بزنیم. 1 2 گرفتم. ببینیم دلیلی چشاتو واز کن برای دکمه های دیگه. آلوم کمودا چی است؟ هایا چیزی نیست. بعدی تو بزن حاجی. 1 2 3 نگاه کن یه دکمه هست بعد از این پیرنه. دکمه آخرین من میزنم نترس. 1 2 3 نیست. بیا بریم. پوله ها دکمه. انگار یه دکمه دیگه هست. چی هست؟ دکمه دنگنه. حالا اینو بزنیم همه چی عوض میشه. قول داده بودیم که میریم. حالا بیا بریم. چیکار کنیم؟ سوسک مالمولک چی کمکم کن. داری چیکار میکنی؟ او اخلاقتون با سرسرون نشد. ازش تو بوی چیه؟ دیدی حاجی گفتم اون ماهی رو بذاری زیر بغلت برای 10 روز
عالی میشه. همینا رو بیهوش میکنه. عالی. بیا بریم. کلا تو ببوس بیادب. آخه این کوچولو رو نگاه کن میبلمش. باشه بیا. چه به خدا نمیتونم یه نینی دیگه پیدا کنم. نگاه کن به خدا. یعنی فقط این زشته کن یه میلیون سال بعد این آخر روپلی بود. اگه شما این روپلی رو دوست داشتین کامنت کنین، لایک کنین، هم سابسکرایب کنین. خداحافظ.